یکی از عجیب‌ترین داستان‌های دهه 90 ایران. یک دکل نفتی غول‌پیکر یهو گم شد. سال 1391 یکی از شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت توی پارس جنوبی به دکل نیاز داره، اما نمیتونه خودش وارد کنه. چرا؟ چون تحریمی. پس برای دور زدن تحریما چیکار کرد؟ با یه شرکت واسطه گمنام بریتانیایی قرارداد ببنده. اما یک نکته جالب، این شرکت فقط 22 روز قبل از امضای قرارداد 87 میلیون دلاری تأسیس شده بود. از اون سمت اسناد فاش کردن که قیمت اصلی دکل در واقع 66 میلیون دلار بوده. پس اون 21 میلیون دلار اضافه کجا رفت؟ بیایید مرحله به مرحله بررسی کنیم ببینیم ماجرای اختلاس اصلا چی بوده. اول اینکه اون 21 میلیون دلار اضافه مثلا قرار بود برای خرید یک دکل دوم به کار بره، در صورتی که هیئت مدیره اصلا ازش خبری نداشت. و این نکته اول. نکته دوم به اصل داستان. به ترتیب زمانی 9 آذر 91 به دنبال تأخیر در پرداخت، مالک دکل ایمیل اخطار نهایی فسخ رو مستقیما برای مدیر عامل وقت یعنی علی طاهری و مشاورش مراد شیرانی میفرسته. 13 آذر و به دلیل بی‌توجهی به ایمیل اخطار قرارداد رسما فسخ میشه. 20 آذر یعنی 7 روز بعد از فسخ کامل مدیر عامل دستور پرداخت قسط دوم رو صادر میکنه. مبلغش 40 میلیون دلار بوده. یعنی این پول رو بعد از اینکه میدونستن معامله‌ای در کار نیست پرداخت کردن. برای تکمیل فرایند خروج پول مدیر عامل برگه تحویل دکل رو هم امضا میکنه، در صورتی که اصلا دکلی در کار نیست. شاید براتون جالب باشه بدونید اون دکل الان کجاست. توی مکزیک داره حفاری میکنه. ماجرا لو رفت و دادگاه برگزار شد و 3 نفر به اتهام خیانت در امانت به حبس محکوم شدند. مدیر عامل، مشاورش و یه دلال فراری به نام رضا طباطبایی. پولها چی شدن؟ برگشتن؟ نه. کسی ازشون خبر داره؟ نه. اما یه قسمتی از پولها دست رضا طباطبایی و باهاشون توی انگلیس کارخونه مشروب سازی زده. حالا یه سوال، این آخرین باری بود که چنین چیزهای بزرگی گم میشد؟ نه، همزمان یه پرونده دیگه هم در جریان بود. 3 تا نفتکش غول‌پیکر گم شده بودن. باز هم بهونه تحریم بود. این بار شرکت ملی نفتکشا 260 میلیون دلار به یه دلال گمنام یونانی داده بودن تا براشون 8 تا نفتکش بیاره. اون دلال 5 تا رو تحویل میده، اما 3 تای دیگر رو فاکتور میکنه و 28 میلیون دلارش رو هم میگیره، اما نفتکش ها رو تحویل نمیده. دیمیتری کامپیس یا همون دلال معروف سال 95 میاد ایران و بازداشت میشه، اما به دلیل بیماری به صورت مشروط آزاد میشه و با وجود اینکه پاسپورتش رو ثبت کرده بودن از کشور فرار میکنه و اون 28 میلیون دلار رو هم به جیب میزنه. و حالا نوبت شماست تا نظرتون رو راجع به این پرونده توی کامنت ها بگید.